نام کمال خوجندی، نام مکمل کمال خوجندی اشتباه ها وجود دارد و چندین بارها نوشته ایم در این خصوص، اما هنوزم ادامه دارد. مخصوصا در کشورهای همسایه کمال خوجندی را با نام مسعود یا ابن مسعود یاد میکنند، یعنی کمال الدین مسعود خوجندی یا کمال الدین ابن مسعود خوجندی یاد میکنند که این صحیح نیست، برای آنکه همین نام مسعود یا ابن مسعود شروع شده است از آتشکده لطفالبیک آذر، تذکره آتشکده که این مؤلف عصر 18 زندگانی کرده است و همین آدم بار اول نام کمال را مسعود تعیین کرده است و دیگر محققین مخصوصا شرقشناسان غرب و همچنین دانشمندان ایران و از جمله دانشمندان ما هم و همین نام را قبول کردند. لیکن وقتی که تحقیق کردیم معلوم گردید که تا عصر 18 یعنی تا پدید آمدن تذکره لطفالبیک آذر همه تذکره نگاران و همه مورخان وقتی که درباره شیخ کمال خوجندی صحبت کردند او را با نام شیخ کمال خوجندی یا خواجه کمال خوجندی یاد کردند یا اینکه شیخ کمال الدین خوجندی یاد کردند و بازم در این موضوع تحقیقات عمیق‌تر بردیم و معلوم شد که نام مکمل کمال خوجندی کمال الدین محمد ابو احمد خوجندی است، یعنی کنیه‌اش ابو احمد است، نامی که پدرش به او گذاشته است محمد است. خب ابو احمد کنیه‌اش است، برای آنکه وی کمال خوجندی صاحب خانواده بود، فرزندان داشت، بنابراین او دارای کنیه هم هست ابو احمد و خوجندی این نسبه اش است که از خوجند است. خب این مسئله روشن است و ما امیدوار هستیم که من بعد آنهایی که درباره کمال می نویسند یا صحبت میکنند دیگر اشتباه نمی کنند و همین نام رو میگیرند. ما بهترش گوییم خواجه کمال خوجندی یا شیخ کمال خوجندی، همین کفایه است. اکنون با بعضی نکته های دیگری که در ترجمه حالش است این است که بسیار محققان چه شرقشناسان غرب همچنین دانشمندان تاجیک در یک نکته اشتباه کردند که میگویند که سلطان حسین جلایر این پسر سلطان اویس جلایر است. اینها مغلا هستند، مغولانی که مسلمان شده بودند و اینها والی آذربایجان که بودند، مخصوصا سلطان حسین جلایر ابن سلطان اویس با کمال خوجندی در والیانکو یک باغی را هدیه کرده باشد. همین حقیقت ندارد؟ یعنی کمال خوجندی وقتی که از خوجند برآمد رفت بسیار شهرها را گشت و حج هم کرد و وقتی بازگشت از حج از عراق عرب وارد عراق عجم شد و به آذربایجان که در غرب ایران موقعیت دارد آنجا وارد شد به تبریز مرکز آذربایجان و تبریز را برای زندگانی خودش از هر نگاه موافق یافت و آنجا زندگی اختیار کرد. لیکن مثلا بعضی سرچشمه ها همین خیلی خبر میدهند که کمال خوجندی اول در محله عبدالله جوبچی، جوبه این چگمن است یعنی چگمندوز، عبدالله چگمندوز همین خیلی یک محله بوده در آنجا در مرکز شهر آنجا سکونت کرده است و پس از مدت رفته است به ولیانکو نیم فرسنگ از مرکز شهر تبریز دورتر واقع بوده است و در آنجا که مثلا آب و هوای بسیار خوشی داشته است کمال در همانجا زندگی کرده است. یعنی من گفتنی هستم که در یگان سرچشمه ادبی نگفتند که سلطان حسین باغ هدیه کرد به کمال خوجندی، یعنی این نادرست است. یا اینکه میگویند که بعد از بازگشتش از سرای وقتی که به تبریز آمد این در علاقه پیران سال بود کمال خوجندی 4-5 سال زندگیش باقی مانده بود، گویا سلطان حسین به وی خانقاه و باغ هدیه کرده باشد. این صحیح نیست، لیکن همینش واقعیت دارد که سلطان حسین برای او منزل یعنی امارت میسازد، منزلگاه، جای زیست و خانقاه میسازد، چون شیخ بود کمال خوجندی خانقاه میسازد. لیکن از اول او در والیانکو زندگانی میکرد و اونجا باغ از اول باغ داشت. این اثباتش چون صورت میگیرد که اولین سرچشمه‌ای که درباره کمال معلومات میدهند این دستورالکاتب است، یک کتاب است دستورالکاتب فی تعیین المراتب از آن محمد نقشجوانی. همین محمد نقشجوانی این را خیلی بروقت در نیمه اول عصر 14 تالیف کرده است و میگوید که کمال خوجندی که باغ داشت بعد همون دهقارخان میگه یک موضع بوده است دهقارخان و ولیانکو تابع دهقارخان بوده و همون حاکم دهقارخان با کمال یک وثیقه نوشته مهر امضا کرده میدهد که عمر باد
از باغ او چی نگیرن، انداز نگیرن. و اونجا بازم نوشته است که همین گوییم که سند برای گوییم که خلاف، یعنی برای باز آمدن فرزندان و ابیرگان و نبیرگان کمال هم دخل دارد. یعنی عمر بود و بعد از زندگانیش هم از فرزندان و ابیرگان او، از اولاد او از همین باغ انداز ستانده نشود. یعنی این از اون درک می‌دهد که خیلی بر وقت کمال در والیانکو زندگانی میکرد و خودش باغ داشت از اول و باغبانی هم مشغول میشد. لیکن در حقیقت سلطان حسین به وی خانقاه و منزلگاه هدیه کرده است. این همین خلاص. بعد یک نکته دیگری ناروشنی بود تا روزهای نزدیک، این از استاد عینی سر شده است. استاد عینی در نمونه ادبیات تاجیک یک ربایی میورند و میگویند که از روضة الصفا، از روضة الصفا شما میدونید که عصر 15 است، یعنی به زمان کمال خوجندی نزدیک است. لیکن اونجا مؤلف روضة الصفا میرخان نوشته است که کمال خوجندی رو با کدام یک جرم حبس کردن در قلعه سنگ و همون ربایی رو میگه که کی باشد از این تنگ برون آمدنم، نام است از این ننگ برون آمدنم، گویی مگر از سنگ برون میآید پروانه از سنگ برون آمدنم. این اشتباهی محض است. یعنی کمال خوجندی رو هیچ کس حبس نکرده است و اسیر هم نگرفته است هیچگاه و نهایت شخصی محترم بود. خب بنابراین این اشتباه است و در تاریخ وصف هم این چی است؟ عصر 14، ابتدای عصر 14 است. عبدالله شیرازی، این اثر تاریخی است، در همونجا عبدالله شیرازی میگه که این ربایی از اون جمال الدین مسعود خوجندی است، از خاندان آل خوجند. شما میدونید که در عصر 12 از خوجند یک گروه عالمان دانشمندان رو مثلا آورده بودند به اصفهان، مرکز سلجوقیان، و در اونجا آل خوجند اونجا مثلا مستقر شده بودند و اونجا دانشمندان زیاد بودند، از جمله جمال الدین خوجندی، پدر صدرالدین خوجندی، همون هم ربایی داشته است. یعنی این ربایی رو اگر به او نسبت دهند این صحیح بودنش معلوم میشه. یا که بعضی ها حتی و مسعود سعد سلمان هم این ربایی رو نسبت دادن، چون که مدت زیاد شما میدونید که مسعود سعد سلمان در زندان بود و همین ربایی ها نوشتن ممکن بود. اما کمال خوجندی شیخ بود. شیخ یعنی چی؟ شیخ یعنی صاحب خانقاه، صاحب ارشاد. شیخ یعنی یک استاد بزرگ تصوف و عرفان که و در خانقاه خودش صاحب خانقاه است و در خانقاهش مریدان خودش را جمع می آورد یا مریدان خودشان جمع می آیند و آنها را انتخاب می کند و به ارشاد آنها مشغول می شود، یعنی به تعلیم و تربیت آنها در راه حق مشغول می شود. یعنی بنابراین همین لقب شیخ به نام کمال خوجندی ملحق شده است و شیخ کمال خوجندی میگن. واقعا همینطور بود، شیخ بود و نهایت شخصی صاحب احترام بود. من به شما میگم که کمال خوجندی این شاعر بزرگ ما از جمله آن شاعران نادری هست در تاریخ فرهنگ و ادبیات ما که در زمان زندگیش نهایت محترم بود، از عزت و اکرام خیلی بلند برخوردار بود. خب هم در میان خاص و در میان عام، حتی پادشاهان، صاحبان جاه، صاحب دولتان خودشان به زیارت کمال خوجندی می آمدند. بنابراین این چنین شخص نهایت محترم را مثلا در حبس تصور کردن خیلی دشوار است و نادرست هم است. جان دارم و دل دارم، سر دارم و زر دارم، گر از تو رسد فرمان دل از همه بردارم. تو عمر منی زان وجه من به تو نخواهم جان، تو چشم منی زان رو من با تو نظر دارم. من هیچ نمیمانم با زاهدی خوشکم ما، او دامنی تر دارد من دیده تر دارم. از آه سحر صوفی بزدای دلی تیره، کین آینه روشن من از آه سحر دارم. گویند کمال از تو عیب است نظر بازی، گر عیب من این باشد من خود چه هنر دارم. ما در گذشته داشتیم شاعرانی که خودشان گفتند که من زن نگرفتم، خانه برقرار نکردم، صاحب عائله نشدم. یکی از همینها استاد رودکی است.
استادا رو که میگه زن نه، معونت نه، در قصیده اش باید دست بیاره. لیکن وای کنیه دارد، کنیهش ابو عبدالله. خب برای اون که این نهایت شخصی صاحب احترام بود، نهایت شخصی بزرگی بود، خدمت‌های بزرگ به فرهنگ ما کرده، در زمانش حتی بعد از زمانش هم تذکره‌نگاران، مؤلفان آثار تاریخی به او کنیه دادند، کنیه ابو عبدالله. چون که شما می‌بینید در فرهنگ اسلامی نام مثلا خیلی زیبا عبدالله است. خب بنابراین او را ابو عبدالله گفتن، یعنی پدر عبدالله، حالا که وای زن نداشت. یعنی این کنیه افتخاری بود برای ابو عبدالله رودکی. خب لیکن کمال خوجندی اینجا مسئله تماما دیگر است. کمال خوجندی در جوانیش به سفر رفته بود. خب و سمرقند رفت اول. خب در اونجا آموخت، مدرسه ها اونجا تکمیل کرد. عرض کنم که دانش آموخت و اونجا به شاعری پرداخت. از اونجا رفت به تاشکند، از تاشکند رفت به خوارزم. در خوارزم خیلی وقتش خوش میگذشت. به کدام سبب بازگشت به وطنش به خوجند. لیکن از خوجند بعد و خانه حجاز یعنی حج بیرون شد، حج کرد و وقتی بازگشتش طوری که گفتیم در تبریز ماند. در تبریز ماندن کمالا یک چند سبب ها دارد. اول اینکه چرا وای رفت از کجا؟ همتون نمیه. سبب رفتنش چیه؟ سبب رفتنش رو من در آن میبینم که کمال خوجندی تذکره‌نگاران مینویسند که او فرزند یگانه بود در خانواده. فرزند یگانه بود در خانواده و وقتی که وی ازدواج میکند، این روایت است البته، گویا که زن جوانش از روی ناز گفته باشد که آن طرف رفت. ها خوب گفته است و خورجین برداشت برآمده رفته است. این یک افسانه بیش نیست. لیکن فرزند یگانه بودنش ممکن، این امکان دارد که فرزند یگانه باشد. لیکن من فکر میکنم که در خوجند که مغول ها در آن وقت از آل جلاهیر حکومت میکردند، بسیار وضعیت نابسامان بود. از نگاه سیاسی اجتماعی نهایت وضعیت سختی بود. وقتی که کمال در نیمه اول از شورا در آنجا زندگی میکرد، من فکر میکنم به یگان مصیبت سخت خانوادگی در همین زمینه کمال خوجندی دچار میشود. وقتی که پدر و مادر والدین خودش را از دست میدهد، دیگر پیوندان نزدیکی که آنجا نداشت، برای وی ایستادن در اون شهر بسیار دشوار بود. بنابراین وقتی که او حج رفت، وقتی بازگشت نه آمد به خوجند، در آمد به تبریز و تبریز رو برای زندگیش و فعالیتش موافق یافت. برای چی؟ برای آن که تبریز در آن دوره دارالسلطنه بود. خب پایتخت ایران گویی میکن و آسیمیانا رو هم فرا میگرفت. یعنی اونجا دارالسلطنه بود، اونجا دولت الخانیان و الکانیان مغول بود. خب مثلا الخانیان مغول خب اونجا وجود داشت، یعنی دارالسلطنه بود، پایتخت بود، شهر نهایت بزرگی بود. و من تحقیق کردم، دیدم که سرچشمه‌نگارا میگویند که در اونجا نفوسی یعنی اهالی تبریز از میلیون زیاد بود. یعنی به زبان امروزی بگیم مگاپولیس بود اون وقت، یعنی یک شهر نهایت بزرگ. دیگر اینکه مغول اونجا رو ویران نکرده است، فهمیده؟ یعنی طلب و تاراج نکرده است، مال امانی داده تبریز خلاص شدگی آذربایجان. خب بنابراین تیمور هم همین خیلی، تیمور هم وقتی که رفته بود مال امانی جمع بکنن به تیمور میدین، تیمور خراب نکرده میرود و وقتی بازگشتش هم خراب نمیکنه. تبریز مال امانی میگیره، پسرش میرانشاه رو والی آذربایجان تعیین میکنه، میرود به سمرقند. خب یعنی ویرانی های سختی که بر اثر ویرانکاری های مغول ها و تیمور در بسیار شهرهای آسیا عموما شرق با وجود آمده بود، تبریز این گونه ویرانکاری ها رو ندیده است. بنابراین یک شهری نسبتاً آسوده بود، آرام بود و در اونجا از تمام مذهب ها، از تمام ملت ها، عالمان، شاعران، هنرمندان، صنعتکاران جمع آمده بودند. اونجا یک محل برخورد تمدن های گوناگون جهانی بود. بنابراین کمال خوجندی وقتی که اونجا را دید، اونجا ایستاد. و یک سبب دیگری هم هست که اون رو ما نمیتوانیم نادیده گیریم. مثلا همین همزمانی کمال خوجندی مورخ بزرگ حمدالله مصطفی قزوینی در نزهة القلوب نام اثر جغرافیاش وقتی که درباره تبریز و آذربایجان صحبت میکنه، این همزمانی کمال خوجندی است. اصر 14 میگوید که اکثر اهالی بومی آذربایجان از جمله تبریز تاجیکانند. یعنی اونجا تاجیکا خیلی زیاد بودن، زبان فارسی تاجیکی اونجا معمول بود، اونجا دایره های ادبی با این زبان در گردش بود، گردان بود، خب فعال بود. بنابراین کمال خوجندی اونجا باقی ماند. غیر از این آب و هوایش که یک شاعر حساسی گوییم بسیار
نازک طبیعت بود کمال خوجندی، از نگاه آب و هوا، باد و هوا هم یک اقلیم بسیار خوشی بود برای کمال و کمال برای همین بنابر همین سبب‌هایی که من گفتم در تبریز ماند. لیکن کمال خوجندی در تبریز ازدواج کرده است، در تبریز ازدواج کرده و صاحب فرزندان هم شده است. در این باره یک شرقشناس دوران سوویتی بود با نام دانیل کمیساروف. همین کمیساروف یک مقاله هم نوشته است با نام اولادان کمال خوجنده و تحقیق کرده است که همین هدایت صادق هدایت و نیاکان صادق هدایت، رضا قلی خان هدایت. من رضا قلی خان هدایت شما میدونید تذکره نویس بزرگ عصر 19 است. این آدم در مجموع الفصحا خودش گفته است که من از اولاد کمال خوجنده هستم. خب یعنی صادق هدایت هم از اولاد کمال خوجنده، یعنی تا اندازه شجره اولادی کمال خوجنده معلوم است. شاید امروز هم بازماندگان اولاد کمال خوجنده باشند در تبریز، لیکن مسئله این است که چرا برنگشت به خوجند. همین موضوع است. هم خیلی است وقتی که وای در تبریز با من یکی از سبب‌های در تبریز ماندن کمال رو در آن می‌بینم که در آنجا خو گرفت عادت کرد، اونجا دوستان نهایت بسیاری پیدا کرد، مریدان نهایت بسیاری پیدا کرد، صاحب دولتان مثلا به خبرگیریش می آمدن، مریدی کمال می شدن. خب یعنی زندگیش اونجا خیلی خوب بود، از نگاه مادی معنوی قانع بود کمال خوجند. یعنی برای ایجادیاتش، برای خلاقیت ادبی، برای شاعریش تمام شرایط آنجا مساعد بود. خب یعنی برای مثلا سخن کردن اودیتوری درکار هم خلاص و اودیتوری بسیار خوبی داشت در تبریز. غیر از این رو نباید فراموش کنیم که وقتی که اونجا صاحب زن و فرزند شد، برای فرزندانش و برای همسرش اونجا وطن بود. خب یعنی فرزندانش شاید میگذاشتن که خوجند بیاید دیگه، خیلی اونجا وطن است برای آنها. خب و کمال خوجندی هم، لیکن یک چیز رو گویم که همیشه در یاد خوجند بود. زادگاه هیچگاه فراموش نمی شود در نزد هیچ کس. همطور از جمله کمال خوجندی در اشعارش، در غزلیاتش، در قطعاتش بسیار از خوجند یاد می کند، با افتخار یاد می کند. درباره کوههای استوار خوجند که امروز مغول می گویند، درباره کوههای استوارش، درباره انسانهای نجیبی مثلا هنرمند گویم خوجند بسیار یاد می کند. درباره امواج دریای سیر یادآوری ها میکند، درباره میوه های شهربار خوجند که به اقصای عالم میرفت بسیار یاد میکند، با خوشی و با افتخار یاد میکند. یعنی او خوجند را فراموش نکرده، خوجند را بسیار دوست میداشت چون که زادگاهش بود، وطن اصلیش بود. لیکن همین خیلی میشود که یک روشنفکر، یک آدم زیایی، یک شاعر ایجادکار در تبریز بود، برای آنکه در اونجا محیط مساعد برای زندگی و فعالیتش بود. بنابراین کمال خوجندی اونجا را اختیار کرد و تا آخر عمر همونجا ماند. دل مقیمی کوی جانان است و من اینجا غریب، چون کند بیچاره مسکین تن و تنها غریب. آرزومندی دیار خویشم و یاران خویش، در جهان تا چند گردم بی سر و بی پا غریب. هرگز از رای کرم روزه نپرسیدی که چیز، حال و زاری مستمندی مانده دور از ما غریب. چون تو در غربت نیفتادی چی دانی حال ما، محنتی غربت نداند هیچ کس الا غریب. هرگز از رای کرم روزه نپرسیدی که چیز، حال و زاری مستمندی مانده دور از ما غریب. در غریبی جان به سختی میدهد مسکین کمال، وا غریبی وا غریبا وا غریبی وا غریب.